با سلام و احترام، با تحلیل اونس جهانی طلا در تاریخ 21 آگوست در خدمت شما هستیم. در ویدیوی قبلی که 19 آگوست برای شما ضبط کردم گفته بودم که قیمت در یک محدوده کنج نزولی قرار گرفته و احتمال اینکه قیمت به سمت بالا شکسته بشه زیاد هست. همزمان با این الگو به خاطر اینکه فشار خرید بالایی در محدوده 3315 تا 3320 قرار داشت، خب بازار منتظر صورت جلسه فدرال رزرو بود. اعضای فدرال رزرو روز گذشته ساعت 21:30 با هم دیگه مناظره‌ای داشتن. در این صورت جلسه نتیجه خیلی خاصی ارائه نشد، اما آقای والر ساعت 18:30 صحبت‌هایی را انجام داد که در سخنرانیش بسیار روی کاهش نرخ بهره تاکید کرده بود و خب اینها عواملی بودن که موجب شد قیمت به سمت بالا بره. البته ناگفته نمونه آقای والر فقط یکی از معدود افرادی هستش که از کمیته فدرال رزرو اعتقاد به کاهش نرخ بهره داره، ولی خب بقیه اعضا مخصوصا آقای پاول هنوز این رو تایید نکردن و اکثرا روی کنترل تورم فعلا تمرکز کردن و ترجیحشون بر اینه که نرخ بهره کاهش پیدا نکنه. به هر حال پس خط روند نزولی ما اینجا شکسته شد، قیمت به سمت بالا رفت، به محدوده 3355 دلار رسید به عنوان یک محدوده مقاومتی مهم. مجددا قیمت برگشت به سمت 3325 دلار، با خط روند نزولی ما برخورد داشت و یک پولبکی رو تکمیل کرد. اما از اینجا به بعد انتظار برای اینکه قیمت دوباره بره به سمت بالا نیست، به خاطر اینکه گزارشات و اخباری که امروز منتشر شد، یعنی در تاریخ 21 آگوست، همونطوری که میبینید در ابتدا ساعت 16 unemployment claims یعنی بیمه بیکاری، تعداد افرادی که درخواست دادن برای بیمه بیکاری افزایش پیدا کرده و این نشون میده که قدرت اقتصادی آمریکا کاهش پیدا کرده و دلار تضعیف شد. فیلیفد مانیفکتورینگ ایندکس هم به عنوان یک شاخصی از شاخص قیمت تولید کننده هست برای فیلادلفیا که با -0.3 منتشر شد و این هم پایین بود و دلار رو تضعیف کرد. به همین جهت قیمت در ساعت 16 به بعد یک افزایش خیلی بالایی رو داشت و تا سطح 3300 تقریبا 50 دلار بالا رفت. اما در ادامه گزارش های منتشر شد مثل فلش مانیفکتورینگ PMI، این شاخص قیمت تولید کننده هست و بعدی هم فلش سرویس PMI، یعنی در بخش خدماتی، بخش تولیدی و بخش خدماتی PMI همون تقریبا میشه گفت نرخ تورمی هستش که در بخش‌های خدماتی و بخش‌های تولیدی ایجاد شده و افزایش اونها باعث میشه که قدرت دلار افزایش پیدا بکنه و وضعیت اقتصادی در حالت تورمی قرار داشته باشه. در چنین حالتی طبیعتاً کاهش نرخ بهره دیگه مورد انتظار نیست و مجدداً باعث نزول قیمت طلا میشه. در گزارش بعدی هم که Existing Home Sale بود، این گزارش هم تعداد خونه های تازه سازی هستش که به فروش رفته. این خونه ها هم در محدوده 4 میلیون قرار گرفته و پیش بینی می شده که البته 3.92 باشه و از پیش بینی ها بهتر بوده. تمام این سه گزارشی که در ساعت 17:15 و 17:30 منتشر شده همشون از پیش بینی ها بهتر بودن، باعث تقویت دلار شدن و از اینجا به بعد انتظار داریم که مجددا قیمت طلا از سطح همین 3150 که قبلش تونسته بود بهش برسه دوباره ریزش داشته باشه و به سطح 3300 و حالا 25 تا 20 دلار برسه.
ولی مهمترین خبری که فعلا در جریان هست جکسون هول، یعنی جلسه‌ای که فدرال رزرو، اعضای فدرال رزرو کشورهای مختلف با یکدیگر میتینگ دارن و اونجا با هم دیگه توی این جلسه به مدت چند روز سخنرانی‌هایی رو انجام خواهند داد. خب طبیعتاً آقای پاول به عنوان رئیس بانک مرکزی آمریکا سخنرانی خیلی مهمتری از همه داره و بسیار مهمه که فکر میکنم سخنرانیش هم فردا برگزار میشه اگر اشتباه نکنم. بله دقیقا فردا سخنرانیش در ساعت 17:30 به وقت ایران برگزار میشه. تا اون موقع میتونه بازار فعلا نوسانی باشه و صحبت هایی که فردا در سخنرانی ها انجام میشه بسیار بسیار مهمه و تأثیر بسیار زیادی روی نوسانات قیمت داره. تا فردا خیلی مراقب باشید، سعی کنید فعلا فقط در حد محدوده 3155 تا 3320 دلار معامله کنید، حتی 20 هم نمیگم، مثلا 25. و یه خط روندی رو هم برای خودتون در نظر بگیرید. این خط روند تقریبا یه صعودی ملایمی هست، اینو داشته باشید و مراقب باشید که برای فردا اخبار مهم باعث ضرر و زیان به شما نشه. موفق و پیروز باشید.